کتاب حاجی آقا، نوشته صادق هدایت، راوی قاسم قرداغی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. بخش 1. حاجی آقا به عادت معمول بعد از آنکه عصازنان یک چرخ دور حیاط زد و همه چیز را با نظر تیزبین خود ورانداز کرد و دستورهایی داد و ایرادهایی از اهل خانه گرفت، عبای شتری نازک خودش را از روی تخت برداشت و سلانه سلانه دالان دراز تاریکی را پیمود و وارد هشتی شد. بعد یک سر رفت و روی دوشکچه‌ای که در سکوی مقابل دالان بود نشست. سینه‌اش را صاف کرد و دامن عبا را روی زانویش کشید. مچ پای کپولی و پرپشم و پیله او که از بالا به زیر شلواری گشاد و از پایین به ملکی چرکی منتهی میشد، موقتاً زیر پرده زنبوری عبا پنهان شد. مقطع اشتی آب و جارو شده بود، اما چون همسایه لجن حوضش را در جوی کوچه خالی کرده بود، بوی گند تندی فضای هشتی را پر می کرد. حاجی آقا به عصایش تکیه کرد و با صدای نکره‌ای فریاد زد: مراد! آهای مراد! هنوز این کلمه در دهنش بود که پیرمرد لاغر فکستنی با قبای قتک کهنه سراسیمه از دالان وارد شد و دست به سینه جواب داد: بله قربان. باز کجا رفتی قایم شدی؟ لنگ زهره، در رو پیش کن، بوی گند لجن میاد. مراد در را پیش کرد و با لحن شرمنده‌ای گفت: قربان، زبیده خانم سرش درد میکرد، به من گفت برم یک سیر نبات بگیرم. مرتی که قرمساق، کی به تو اجازه داد؟ 50 ساله که تو خونه منی، هنوز نمیدونی باید از من اجازه بگیری؟ الان من از پیش زبیده خانم میام. از هر روز حالش بهتر بود. چرا به من نگفت که سرش درد میکنه؟ اینها غمزه شطوریست. خوب دندون منو شمردید. با این همه قند و نبات و شکر پنیر که توی این خونه میخورید، مثل اینه که اهل این خونه کردریایی هستن. همه با نقل و نبات زندگی میکنن. بروید خونه مردم را ببینید. یک روز به هوای سردرد، یک روز به بهانه مهمان، یک روز برای بچه. پول را که با کاغذ نمیچینند. اگر سرش درد میکرد میخواست یک استکان قنداق بخورد. این زنی که همیشه سردرد مصلحتی دارد. قربان، قند نبود. باز پیش خود فضولی کردی، تو حرف من دویدی. چطور قند نبود؟ صبح زود من کلی قندشان را دادم، حالا میخواند ناخونک بزنند. اگر یکی بود 2 بود آدم دلش نمیسوخت. 8 نفرند، با هم چشم هم چشمی دارند. حلیم خاتون که پناه بر خدا منو به خاک سیاه نشاند. هی نسخه بپیچ، نه بهتر میشه نه بدتر. معلوم نیست چه مرگشه. میدانی زیادی عمر کرده. حاجی چشمهای مثل تغارش را ورانید و سرش را از روی ناامیدی تکان داد. آدم که کارش به اینجا کشید، بهتره که هرچه زودتر زحمت را کم بکنه. اسباب دلغشه شده. اینها همه از بدشانسی منه. از صبح تا شام جام بکنم، وقتی که میرم تو اندرون یا باید کفش و کلاه بچه ها را جمع بکنم و یا دعوای سیغ و عقدی را و یا کسالت حلیم خاتون را تحویل بگیرم. مثلا این هم راحتی سر پیری من شده. تو دیگر خودت بهتر میدانی. آقا کوچیک را چقدر خرج تحصیلش کردم. فرستادمشون فرنگستون برای این که پسر اول بود و بعد از آن همه نذر و نیاز سر 8 تا دختر خدا بهم داده بود و میبایست در خونه‌ام رو باز بکنه. دیدی چه به روز من آورد؟ امان از رفیق بد. یک لوتی الدنگ بار آمد. تو که شاهدی. من وادار شدم که از ارث محرومش بکنم. هی قمار، هی هرزگی. من که گنج قارون زیر سرم نیست. همه چشمشان به دست منه.
سر کلاف که کج بشه خر بیار و باقالی بار کن. من با این حال و روزم خودم یک پرستار لازم دارم. خونیم روز به روز تحلیل میره. این ورم بیزه لامصب، این حال علیل. امروز که سرم را شانه زدم یک چنگ مو پایین آمد. مراد دزدکی به فرق طاس حاجی نگاهی کرد، اما به این حرفها گوشش بدهکار نبود. هر روز صبح زود از این رجزخانی ها تحویل می گرفت و مثل آدمی که ادرار تند دارد پا به پا می شد و منتظر بود تا کی حمله متوجه او خواهد شد. اما حاجی که سر دماغ به نظر می آمد مثل گربه که با موش بازی می کند هی حرف را می پیچاند. تسبیح شاه مقصودی را از جیب جلزغش در آورد و گفت: شما گمان میکنید که پول علف خرسه؟ یادش بخیر دیروز توی کاغذ پاره ها میگشتم یک سیاهه پیدا کردم. فکرش را بکن، سیاهه مرحوم ابوی بود. 20 نفر از وزرا و کله گنده ها را به شام دعوت کرده بود. میدانی مخارجش چقدر شده بود؟ 6002 عباسی و 3 تا پول. امروز بیا به مردم بگو زمان شاه شهید خدا بیامرز با چندک خرید و فروش می شده. کی باورش میکنه؟ من هیچ وقت یادم نمیره خونه مرحوم ابوی یک بغلمه درست کرده بودن. هیچ میدانی بغلمه یعنی چی؟ بوقلمون را میکشند، میگذارند بیات میشه، بعد قوریت میکنند، تو شکمش زردالو و قیسی پر میکنند. اون وقت توی روغن یک چرخش میدهند و میپزند. این بلغمه را همچین پخته بودن که توی دهن آدم آب میشد. آدم دلش میخواست که انگشتهاشم باهاش بخوره. آب دهنش را قورت داد و چشمهایش به دو افتاد. خب من بچه سال بودم. شبانه بوقلمون را از زیر سبد روی آب انبار در آوردم و نصف بیشترش رو خوردم. خدایا از گناهان همه بنده هات بگذر. فردا صبح روز بد نبینی. همین که مرحوم ابوی خبردار شد، یک دد سیاه داشتیم اسمش گلعذار بود. انداختن گردن اون. داد آنقدر چوبش زدن که خون قیمی کرد و مرد. اما من مقر نیامدم. کسی هم نفهمید که من بودم. پشتش هم اسهال خونی شدم. تو رخت خواب خوابیدم. توی دستمال فین پرصدایی کرد. اون وقت بوقلمون یکی 3 عباسی بود. زمان شاه شهید خدا بیامرز. مثل دیروزه، هزاران سال پیش که نیست. زمان کیکاووس افراسیاب که نیست. من هنوز همش یادمه، مثل این که دیروز بوده. آن وقتها مردم پر و پاقرص پیدا می شدن. همه بابا ننه‌دار بودن، مثل حالا که نبود. شاه شهید خدا بیامرز همیشه مرحوم ابوی را بالای دست حاجی میرزا آقاسی می نشاند. آن روزها که سیاست مثل حالا نبود. یک چیزی میگم، یک چیزی میشنوی. گمان میکنی مرحوم حاجی میرزا آقاسی کم کسی بود؟ تمام سیاست دنیا مثل موم توی چنگولش بود. دیروز وزیر مالیه منو احضار کرد. دیدی که اتومبیلش را دنبالم فرستاد. خب پیشترها در خونه مردم واز بود، دست و دل نواز بودند. حالا دیگر اون ممه را لولو برده. یک چیزی بهت میگم، نمیدانم باورت میشه یا نه. چایی که آوردند خودش پا شد رفت قندان را از توی دولابچه در آورد و گفت یک امتحان کردم. یک حب قند هم این استکانها را شیرین میکنه. هرچی باشه خب آدم بر میخوره. راستش من چای تلخ رو سر کشیدم. اون وقت 2 ساعت پرت و پلا نقل کرد. کلم را ترکاند. 100 جور خواهش تمنا کرد که کوچکتر از همش 200 تومن میارزید. اما با وجودی که میدانست که من دودیم، نگفت یک قلیان برایم بیارن.
میدانی اینها سر سفره باباشان نان نخوردن، اما بیا باد و بروت و فسق و افادهشان را تماشا کن. مثل اینه که نوه انارخان کورچین هستند. مرحوم ابوی از اعیان درجه اول بود. سفر قندهار 3 من و 1 چارک چشم در آورد. وقتی که برگشت حاجی میرزا آقاسی کتش را بوسید و یک حمایل و نشان بهش داد. همیشه پای رکاب شاه شهید به شکار میرفت. حالا همه چیز از میان رفته. عرض، شرف، آبرو، ناموس، هرچی باشه، فیل مردش 100 تومنه، زندش 100 تومنه. حالا باز هم به من محتاجن، از سادگی من زوم استفاده میکنن. من هم با خودم میگم خب کار بنده های خدا را راه بیندازیم. در دنیا همین خوبی و بدی میمانه و بس. فردا باید تو 2 وجب زمین بخوابم. راستی دیروز رفته بودم پیش وزیر، نن البنین باز آمد. مراد چرتش پاره شد. بله آمد. رفت تو اندرون. رفت اتاق محترم. قربان چه عرض بکنم، من رفته بودم پاخورشی بگیرم. اگر نبودی چطور میدانی که نن البنین آمد؟ قربان من که رفتم اون وارد شد. میشنفی؟ تو اگر آب به دست داری نباید بخوری. مگر 1000 بار بهت نگفتم تو باید اینها را بپایی؟ تو هنوز زنها را نمیشناسی. همین چشم منو دور ببینن. مقصودم اینه که 1000 جور گند و کثافت به خورد آدم میدهند. برای سفید بختی جادو و جنبان میکنند وقتی که من نیستم. شنیدی؟ تو باید 2 چشم داری، 2 تای دیگر هم قرض بکنی، هوایشان را داشته باشی. مثل اینکه خودم همیشه کشیکشان را میکشم. فهمیدی؟ بله قربان. یک چیز دیگر را هم میخواستم بگم. بله قربان. این مرتیکه نرغول پسرموی محترم، نمیدانم اسمش گل و بلبل یا چه کوفتیه. مردم چه اسمهای روی خودشان میگذارن. خب این پسره بی آب کلم نیست. هر وقت میاد سرش را میندازه پایین، صاف میره تو اندرون. خب اینجا زن و بچه هستن، رویشان وازه. حالا آمدیم و پسر عموی محترمه، به همه که محرم نیست. مردم فردا 1000 جور حرف میزنند. توی چه عهد و زمونه گیر کردیم؟ تو هیچ سر در آوردی این کیه؟ چه عرض بکنم؟ من راضی نیستم. تو یک جوری حالیش بکن. میره تو اندرون با منیر جناق میشکنه. خیلی خودمانی شده. اگر من میخواستم از این راه ها ترقی کنم، یک زن خوشگل امروز پسند میگرفتم، لباس شیک تنش میکردم، میبردمش مجالس رقص، میانداختمش تو بغل گردن کلفت ها تا باهاش برقصند یا قماربازی بکنند و لاس بزنند. آن وقت مثل همه این اعیانهای امروزی کلاه قرمساقی سرم میگذاشتم. بله مراد، تو از این حرفها چیزی سرت نمیشه. حق هم داری، اما من روزی 1000 تا از اینها به چشمم میبینم. من قدیمیم. اگر عرضه این کارها را داشتم حالا حال و روزم بهتر از این بود که هست. من هیچ راضی نیستم. تو یک جوری بهش بگو که من متجدد نیستم، اما همچین حالیش بکن که به محترم بر نخوره. حاجی به فکر فرو رفت. بله قربان، دیروز عصر یوزباشی حسین سقط فروش گفت اگر حاجی آقا اجازه بدن حسابمان را روشن بکنیم، چون میخوام برم زیارت. این مرتیکه قرمساق پدر سوخته خیلی کلاه سر من گذاشته. گمان میکنه من میخوام سنار سشایی اونو بالا بکشم.
من اگر یک موی سیبیلم را توی بازار گرو بگذارم 100 کرور تومان جنس میدن. کدام زیارت؟ به این آسانی به کسی اجازه نمیدن. اگر اجازه و باشپورت میخواد باید بیاد پیش خودم. شاید به خیال افتاده که پولای دزدیش را حلال بکنه. اگر راست میگه بره جلوی زنش رو بگیره. از قول من بهش بگو که واسه این چندرغاز من نمیگریزم. خب با خورشتی چی خریدی؟ قربان خودت هم بهتر میدانید، آلو برقانی و سیب زمینی. مثلا چقدر آلو خریدی؟ 1 چارک. این 1 چارک آلو بود؟ کارد بخوره به شکمشان. همه شکایت دارن که سر سفره گشنه پا میشن. کدام خونه وزیر و وکیله که شب 1 چارک آلو تو خورش میریزن؟ بروید ببینید مردم شب تو خونهشون حاضری میخورن. اعلی حضرت رضا شاه با اون چنانیش صبح هیزم خونش رو جلویش میکشن. برای یک گوجه فرنگی دعوایی راه میاندازه که خون بیاد و لش ببره با اون آیدی، با اون پول سرشار. اما این هم 1 چارک آلو نبود. من دیگر چشمم کیمیاست. قربان به سر خودتان اگر دروغ بگم از مشهدی معصوم بپرسید. پس مال من همش حرام و حرس میشه. آلوها رو شمردم، بعد که هسته هایش را شمردم 4 تا کم بود. قربان شاید ماشاءالله بچه ها خوردن، شاید آلوی بی هسته بوده. آلوی بی هسته؟ قدرت خدا را چه دیدید؟ نه برعکس، چون خدا بنده های خودش را میشناسه که چقدر دزد و دغلن. هسته توی آلو گذاشته تا بشه شمرد. من پوستی از سرتان بکنم که حظ بکنید. همه تان چوب و چماق میخواهید، مثل فیل که یاد هندستون را میکنه. باید دائما تو سرتان چماق زد. مشروطه، آزادی، برای اینه که بهتر بشه دزدید. در کوزه بگذارید و آبش را بخورید. من که از در این وقت در کوچه باز شد و مرد مسنی با لباس فرسوده وارد شد که یک کیف قطور به دستش بود. پرسید: منزل آقای حاجی ابوتراب اینجاست؟ حاجی آقا: بله بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. شخص تازه وارد را بغل دست خود نشانید و رو کرد به مراد. مراد برو بگو سماور را آتش بیاندازن. کسی که تازه وارد شده بود گفت: خیلی متشکرم، چایی صرف شده. پس برو قلیان بیار. حاجی لبخند نمکینی زد و به شخص تازه وارد گفت: مثل اینه که سابقا خدمتتان رسیدم. اسمتان را درست به خاطر ندارم. بله پیریست و هزار عیب و علت. بنده غلامرضا احمد بیگی هستم. عجب، شما آقازاده بصیر لشکر نیستید؟ چرا؟ یادتان هست کوچه شترداران منزل داشتید؟ ابویتان در قید حیاتند. سال قحطی عمرشان را دادن به شما. خدا بیامرزدش، نور به قبرش بباره. چه مرد نازنینی، عجب دنیا فراموش کاره. من با مرحوم ابویتان بزرگ شدم و سالها میگذشت که همدیگر را ندیده بودیم. یادش بخیر، هر روز صبح با مرحوم ابویتان میرفتیم گذر لوتی ساله چاله حوض بازی میکردیم. هنوز هم هر وقت تو آینه داغ زخم پیشانیمو میبینم یاد آن زمان میافتم. قهقه خندید و صدایش میان بوی لجن در صحن هشتی پیچید. به جان کیومرثم قسم، من همه عمرم رفیق باز بودم. شما را که دیدم انگار که دنیا را به من دادند. قربان چوبکاری میفرمایید، بنده غلام سرکار هم حساب نمیشم. اختیار دارید، شما مثل پسر خودم هستید. من همیشه پیش وجدانم
از آن دعوای ملکی که پیش آمد و باعث رنجش ابویتان شد شرمنده‌ام. یعنی تقصیر من نبود، مال ورثه صغیر بود. وادار شدم که اقامه دعوا بکنم، اگرچه قابلی نداشت. من همیشه میگم سر و جان فدای رفیق. من همیشه چوب وجدانم را میخورم. دیگر چه میشه کرد؟ امروز کمتر آدمی پیدا میشه. خب ما پیر و قدیمی هستیم، اهل محل به من معتقدند. هر وقت مسافرت میروند اگر مالی چیزی دارند یا اهل و عیالشان را میارند دست من میسپرند. من که نمیتوانم خیانت در امانت بکنم. چه میشه کرد؟ توی این شهر استخوان خورد کردیم. بعد از فوت مرحوم ابوی مردم چشمشان به منه. البته توقع دارن. دیروز حجت الشریعه آخوند محل که شخص شریفی است پیش من بود. میگفت والله من 40 سال آخوند این محل هستم. آنقدر مردم به شما اعتماد دارند، به من ندارند. من که نمیتوانم مال صغیر را زیر رو بکنم. یک پایم این دنیاست، یکیش آن دنیا. خب خدا هم خوشش نمی آید. غلامرضا با پشت دست تف حاجی را که روی لبش پریده بود پاک کرد و با دهن باز به فرمایشات ایشان گوش میداد، بی آنکه مقصودش را بفهمد. حاجی باز به حرفش ادامه داد. چه میشه کرد؟ هر کسی در دنیا یک قسمتی داره. من هم تازه اسم بی مسمای حاجی آقا روم گذاشتند و کر و کرجی میکنم. همچین دستم به دهنم میرسه. با دستهای کپولی پشمالودش حرکتی از روی ناامیدی کرد. مراد قلیان آورد و دست به سینه کنار ایستاد. آقا رضا تعارف را رد کرد. حاجی قلیان را برداشت، یک پایش را بلند کرد، گذاشت روی سکو و در حالی که غلامرضا را دزدکی میپایید مشغول قلیان کشیدن شد. غلامرضا کیف خود را باز کرد و پاکت و کتابچه‌ای در آورد. روی پاکت چاپ شده بود شرکت کشبافی دیانت و به ضمیمه کاغذ و یک چک 38,000 تومانی بابت منافع 6 ماهی سهام شرکت برای حاجی آقا فرستاده بودند. حاجی آقا که کاغذ و چک را می شناخت شستش خبردار شد که غلامرضا مباشر تازه کارخانه کشبافی است و دید قافیه را باخته است. چون غلامرضا از این یک قلمدارای او اطلاع داشت حرفش را عوض کرد. بله امروز روز کار و کاسبی هم نمیگرده. در دالان صدای بچه‌ای شنیده شد و کفش دمپایی که به زمین کشیده میشد. حاجی دید دخترش سکینه است، در حالی که با یک دست گنجشک مفلوکی که پر و بالهایش کنده شده بود و چرت میزد را به سینه‌اش میفشرد و دست دیگرش را محکم گرفته بود. میخواستند از در بیرون بروند. از صبح تا حالا چرخ منو چمپر کرده، آب نبات میخواد. به بهانه بچه ننه میخوره قند و کلوچه. بگو خودم میخوام برم گردش بکنم. توی این خونه همه نقل و نبات کوفت میکنن. 1 دقیقه پیش بود مراد نبات خرید آورد. میخواستید یک تیکه بدهید دست بچه. وقتی اینجا پیش من اشخاص محترم هستند هیچ کس حق بیرون رفتن رو نداره. دفعه 1000 که میگم. اگر کسی حرف منو گوش میگیره، اگر از اینجا رد شدید نشدید قلم پایتان را خورد میکنم. آخر اینجا همیشه یکی پیش شما هست. خفه شو ضعیفه، فضولی موقوف. با من یکی به دو میکنی؟ منم که توی این خونه فرمان میدم. چرا بچه انقدر کثیفه؟ یک دستمال توی این خونه پیدا نمیشه که مفش رو بگیری؟ آدم دلش به هم میخوره. آبروی 100 ساله هم به باد رفت. این همه بریز و به پاش توی این خونه میشه، باز هم مثل خونه ملای ازغل زندگی میکنیم. بچه مثل انار ترکید و به گریه افتاد. مادرش دست او را کشید و گفت
بریم مادر جان، قصه نخور. حاجی رو کرد به طرف بچه. عیب نداره قربون، میگم مراد برات آب نبات بخره. مراد برو آب نبات بگیر. محترم از دالان برگشت و بچه هم گریه کنان به دنبالش. حاجی گفت مراد بله قربان. برو این بچه رو ساکت کن. بعد رویش را کرد به غلامرضا. شما را به خدا ملاحظه میکنید؟ عیب نداره، ماشاءالله خانه بچه داریه. دوره آخر از زمانه. بله، میخواستم بگم هنوز سرمایه اولی مستهلک نشده، تا خرخرم توی غرزه. چه بکنم؟ از ارادت قلبی است که به آقای میمنت نجات دارم. خب اگر بنا بشه من کنار بکشم، کارخانه میخوابه، یک مشت کارگر لخت بیچاره گشنه میمانند، خدا را خوش نمیاد. در ضمن خب صنایع میهن ترقی میکنه، خودش خدمتی به جامعه است. وانگهی میخواستم یک لقمه نان حلال از توی گلوم پایین بره. ما که مثل کارخانه های دیگر نخ پوسیده نمیخریم که جوراب ارزان تمام بشه. با چه جان کندنی اسعار خارجه تهیه میکنیم و نخ فیلدکوز آمریکایی وارد میکنیم. آن وقت تازه قیمت جوراب ما مثل کارخانه های دیگره. پدر رقابت بسوزه. خودتان که بهتر مسبوقید. باور بکنید من ماهی 3000 تومان ضرر میدم. در این بین در کوچه باز شد و مرد آبله روی سیاه چرده‌ای که کت و شلوار گشاد سیاه به بر و کلاه کپی به سر داشت وارد شد و تعظیم کرد. حاجی آقا بیان که او را دعوت به نشستن بکند به طرف او برگشت و گفت سلام علیکم آقای خلجپور، شما هنوز حرکت نکردید؟ قربان منتظر باشپورت و سفارتخانه هستم. باشپورت و همه کارها حاضر شده، همانطوری که گفتم 10 طاق فرش را با مشخصاتی که دادم هفته پیش به آدرس سفارت ایران در بغداد فرستادم. شما همین الان میری پیش دوستعلی، باشپورت و سفارشنامه را از اون میگیری و فوراً حرکت میکنی. بغداد که وارد شدی یک راست میری سفارت. از قول من به آقای سفیر عرض سلام میرسانی و قالی را تحویل میگیری، میدی به شیخ حمزه شموئیلی. پیشتر که طرف شما ابو قنطره و شرکا بود. آقای سفیر اینطور صلاح دیدند. این تجارتخانه خوش معامله تره. همانطور که گفتم همین الان برو پیش دوستعلی حجره غضنفری، خودت که میدانی. به روی چشم. راستی خوب شد یادم آمد، 2 صندوق تریاک هم آنجا پیش حاجی عبدالخالق چاپلقی دارم. از قول من سلام میرسانی، میگی زودتر حسابش را بفرسته. تا حالا 6 ماه میگذره که خبری ازش ندارم. عجب اشتباهی کردم. اگر به هنگ کنگ فرستاده بودم 3 مقابل استفاده داشت. در هر صورت این سفر مثل دفعه پیش برای من حساب تراشی نکنی. خب انعام و پول چایی و اینها پای من نیست، چون شما نماینده بیات التجار در عراق هستی. پس بی خود معطل نشو، همین الان برو به کارهایت برس. به روی چشم. به سلامت. خلجپور مثل این که 1000 سال درباری بوده پسکی رفت و یک تعظیم دیگر کرد و به عجله بیرون رفت. حاجی به طرف غلامرضا برگشت، دفتر رسید کاغذ و چک را امضا کرد و کاغذ را با چک گذاشت زیر دوشکچه و دوباره نی قلیان را به دهن گرفت. غلامرضا کیف را بست و بلند شد. اجازه می‌فرمایید؟ خیلی ببخشید، به شما زحمت دادم، رویم سیاه که چیز قابلی نداشتم. راجع به شما با آقای میمنت نژاد صحبت خواهم کرد و امیدوارم باز هم خدمتتان برسیم.
غلامرضا از شدت فقر و بدبختی و ناکامی هایی که دیده بود به حرف خودش هم اطمینان نداشت و دنیای خارجی برای او معنی خود را از دست داده بود. حرفها و تعارفات چرب و نرم حاجی در کله او انعکاس عجیبی پیدا کرد. از پدرش شنیده بود که حاجی ابوتراب نام طراری به حقه و زور املاکی که در ورامین داشتند و تنها ممر معاش آنها بود بالا کشیده است. اما رفتار مهربان و لحن مطمئن حاجی به قدری در او اثر کرد که به بیریایی و سادگی حاجی ایمان آورد. بیان که از منافع کارخانه و معاملات قالی و تریاک سر در بیاورد تعظیم بلندی کرد و خارج شد. با خودش گفت چه شخص حلیم سلیمی. خب حاجی از آدمهای پارودوم سابیده امروز نیست، برای همین میمنت نژاد کلاه سرش میذاره. حاجی سینه‌اش را صاف کرد. مراد. بله قربان. آب نباتی چیزی واسه بچه خریدی؟ بله قربان. این قلیان که چاق نیست، از صبح سحر بوق سگ آدم را به خیال خودش نمیگذارن. همه اش درد سر. این قلیان را انیس آقا چاق کرد؟ انیس آقا دستش بند بود، محترم خانم قلیان را چاق کرد. بگو از سر خودش واز کرد. ما شدیم توی این خونه تیکه سرسیری. برو ببین چرا کیومرث مدرسه نرفته. میترسم این هم مثل برادر بزرگش قاپ قمارخونه از آب در بیاد. نه اصلا کاری نداشته باش ببینم خودش میره یا نه. سر پیری قاپیچی باشی در خونه شدیم. قربان یادم رفت خدمتتان عرض بکنم، دیروز که شما تشریف بردید آقای حجت الشریعه تشریف آوردن، یک دوایی آورده بودن، گفتن معجونه، به من ندادن، گفتن بعد خدمتتان میرسم. حاجی کنجکاوانه: دوا آورده بود؟ گرد بود یا آب؟ چه عرض بکنم آقا، توی کاغذ پیچیده بود. باز هم این آخوند، خدا پدرش را بیامرزه. راستی مراد، میخواستم یک چیزی ازت بپرسم. بنده کوچیکم، زرخریدم، خانزادم. حاجی چشمک زد و نگاه تندی کرد. پیش خودمان بمانه. اختیار دارید حاج آقا. گفتم پیش خودمان بمانه، فهمیدی؟ تو هم تقریبا همدندان منی، 80 سال چربتر داری. زن آخری هم که گرفتی جوانه. میخواستم بدانم بچت شده؟ قربان این زنم جوان نیست، دختر خالمه. منم اون رو گرفتم که سر پیری چک و چونم رو ببنده، آب تربت تو حلقم بریزه. تو همش با من تعارف و تکلف میکنی، تا حالا یک کلمه راست از دهنت بیرون نیامده. آیا از کسی شنیدی که مرد 80 ساله یا 90 ساله، آن هم با ورم بیضه، مثلا اگر دوای قوت کمر بخوره بچهش میشه؟ اگر خواست خدا باشه البته. میدانی که محترم آبستنه؟ آقا چه عرض بکنم، شاید دوایی درمانی چیزی کرده. حاجی مثل این که از حرف خودش پشیمان شد، لبش را جمع کرد و به فکر فرو رفت. نی قلیان را زیر لب گذاشت، چند تا پک زد، بعد سرش را بلند کرد و گفت: مراد. بله قربان. گل محمد شوفر اینجا نیامده؟ نه خیر آقا، من ندیدمش. این مرتیکه رو توی حبس میندازمش، چرخ اتوبوس را خراب کرده. دورا تا کرج رفته پولش را تو حساب نیاورده. میدانی عباس خواهرزاده بتول خبرش را آورد. تقصیر منه. پارسال وقتی که 2 نفر را زیر گرفته بود و قرار بود 6 سال حبسش بکنند، اگر من در شهربانی پادر میانی نمی کردم، سر 3 روز ولش نمی کردن. ما رفتیم ریشک رو گذاشتیم، برای گل روی ما بود که بهش ارفاق کردن. حالا خوب مزدم را کف دستم گذاشت. اگر دوره شاه شهید بود، همین مردیکه رو می آوردم تو هشتی، به 4 پایه می بستم و تا می خورد می زدمش. کمر به پایینش را له و لورده می کردم. عدلیه، نظمیه، همش دزدی و رشوه‌خواری و عقده‌بازی است.
مرحوم میرزا کریم خان خدا بیامرز هر روز فراشهایش را به چوب میبست، ازشان زهر چشم میگرفت، میگفت تا نباشه چوب تر فرمان نبرد گاو و خر. من اصلا دستم نمک نداره، همه دارن سر من کلاه میگذارن. همین مردی که مهندس مهدوش شهدوش، تو که خوب میشناسیش. بله قربان. این تو تهدید تریاک عضو دوم مرتبه بود، اختلاس کرد، بیرونش کردن و برایش دوسیه درست کردن. اصلا نمیدانست مهندسی یعنی چه. یکی از رفقا به من توصیه‌اش را کرد، من هم دیدم جوان با استعدادیه، مایه تیله دستش دادم. مقاطی راه زیراب را که برداشتم اونم به اسم سرعمله اونجا فرستادم تا حسابام را برسه. پول عمله ها را مرتباً میخورد، من به روی خودم نیاوردم. 3 نفر از آنها هم از دره پرت کرد پایین، کشت. اما خب من پشتش را داشتم، کسی جرأت نداشت اذیتش بکنه. بالاخره کم کم اسم خودش را مهندس گذاشت، کسی هم از اون نپرسید از کجا مهندس شده. حالا خوب بار خودش رو بسته. این مرتیکه را که کسی نمیشناخت، حتی دزد هم دستش نمیدادن که به دوستا خونه ببره. امروز سری توی سرها آورده. 7 نفر مهندس توی دفترش کار میکنن، یک اتومبیل پاکارد نو هم زیر پاشه. صاحب مال و مکنت و همه چیز شده. مال منم خیلی زیر رو کرد، اما هر وقت میاد تهران از من رو میپوشونه، نمیخواد بیاد حسابمان را روشن بکنیم، تفره میزنه. میخواستم بری سراغ عباس. نه صبر کن، چون ممکنه اینجا کسی پیش من بیاد. حساب اتوبوس ها را به ماشالله واگذار میکنم که آدم با خداییه. میترسم غرولندش بلند شه. اما میان خودمان کار زیادی نداره. تحصیلداری، 3 دستگاه حمام و چند تا خانه و چند تا در دکان که آدم را نمیکشه. از صبح تا شام یللی میزنه، مالم را خیلی زیر و رو کرده. وانگهی حساب کارخانه پای خودمه، املاکم را هم میرزا تقی به کارش میرسه. میدانی مراد، همه منو میچاپن، من چشمم را هم میگذارم ندیده میگیرم. خوب دوره و زمانه ایه. مرد کاسبکار با ریش کوسه، شب کلاه و کت و شلوار کثیف ماشی از در وارد شد و تعظیم غرایی کرد. حاجی رویش را به جانب او کرد و گفت: یا الله یوزباشی، حالت چطوره؟ زیر سایه حضرت عالی هستم، خاکستر زیر کلکیم، همین گوشه ها میپلکیم. برا بچه ها چطورن؟ حالا بگیر بشین. از مرحمت حضرت عالی. یوزباشی حسین روی سکوی مقابل نشست. شنیدم خیال زیارت به سرت زده، کجا میخوایی بری؟ میخواستم از حضرت عالی اجازه بگیرم آخر عمری با اهل و عیالم برم کربلا، استخون سبک کنیم. زیارت قبول، حالا همه کارهایت رو به راه شده؟ قربان، آمدم که دست به دامان حضرت عالی بشم. 2 ماه آزگار که توی نظمیه و این طرف و اون طرف دوندگی میکنم، کلی پول خرج کردم و هنوز دستم به جایی بند نیست. حاجی قاه قاه خندید و گفت: میدانستم که آخرش گذار پوست به دباغخانه میفته. خب چقدر سرکیست کردن؟ تا حالا 580 تومن دم سبیل چرب کردم. تازه سرتیپ حجبرآسا حق و حساب خودش را میخواد. تو را به این سادگی هم نمیدانستم. 2 متر را خوب توی تله انداختن. قربان، آدمیزاد شیر خام خورده، حالا تازه پشت دستم را داغ کردم. فهمیدم که اول باید دست به دامان حضرت عالی می شدم. گویا حساب خورده ای با ما داری. قربان، صحبتش را نکنید، ما را خجالت ندید. هرچه بفرمایید برای بندگی حاضرم. حالا ببینم. هرچه بفرمایید، جانن و مالن حاضرم.
البته از اول راه غلطی رفتم و نمیدانستم. حالا هرچه بفرمایید بندگی میکنم. بنده از این نظمیه چیا چشم آب نمیخوره. 3 روز استنداقم کردن، بعد هم سر حد میترسم گیر گمرک بیفتم. یک قالیچه کوفتی که برای جانماز میبرم از دستم در بیاورند. میتوانی کاری برای من صورت بدی؟ از جان و دل. خلجپور را میشناسی؟ نه قربان. این مرتیکه از اون پاچه ور مالیده های بخوریده است. من سعی میکنم هرچه زودتر باشپورت را بگیرم. آن وقت میخواستم. در باز شد. آدم نوکرمعابی که لباس اتوزده تمیزی در برداشت به حاجی سلام کرد. سلام علیکم محسن خان، احوال شما چطوره؟ از مرحمت جناب عالی. آقای دوام الوزاره حالشان خوبه؟ مدتی است که به افتخار ملاقاتشان نائل نشدم. بفرمایید. اجازه بیفرمایید، آقا همینجا توی اتومبیل هستن. قدمشان روی چشم، منزل خودشانه، خواهش میکنم. مرد کوتاه مسنی، لاغر و زردنبو با چشمهای زل و موهای جوگندمی وارد شد. حاجی نیمه خیز کرنش کرد. آقای دوام الوزاره سلام علیکم. به به چه سعادتی، مشرف فرمودید، ما را سرافراز کردید. دوام الوزاره: از مراهم جناب عالی سپاسگزارم. یوزباشی حسین بلند شد و دست به سینه ایستاد. حاجی رو کرد به او و گفت: فردا همین وقت بیا، خبرش رو میدم. پس یادت نره سجل احوال خودت و همراهانت را هم بیار تا من هرچه زودتر اقدام بکنم. یوزباشی تعظیمی کرد و رفت. حاجی به دوام الوزاره: قربان، نمیدانم از این سعادتی که امروز به من آورده به چه زبانی تشکر بکنم. خیلی ببخشید، خانه فقراست. بفرمایید بریم اتاق بیرونی. دوام الوزاره با تهلهجه کاشی که داشت خجرافشار و خیلی شمرده صحبت می کرد. خیر خیر، به سر خودتان همینجا خوب است. خواهش می کنم بفرمایید، وگرنه جدا خواهم رنجید. خیلی ببخشید که زحمت شما را فراهم آوردم. فقط مقصودم این بود که فیض حضورتان مستفیض بشوم. 2-3 روز بود که به این فکر بودم، اول که کسالت و بعد هم گرفتاری های روزمره باعث می شد. بالاخره الحمدلله که امروز سعادت یاری کرد. انشالله که بلا دوره. بفرمایید. دوام الوزاره پهلوی حاجی نشست و محسن خان هم پهلوی اتومبیل رفت. حاجی سینه‌اش را صاف کرد. مراد، سماور را بده آتش بیندازم. مراد پیدایش نشد. دوام الوزاره گفت: خیر خیر، لازم بر زحمت نیست. به سر شما قسم که صرف شده. خودتان میدانید که بنده اهل چای و دود نیستم. مراد سراسیمه از توی دالان آمد، رو کرد به حاجی. قربان شما را پای تلفن میخواند. نپرسیدی کجاست؟ قربان گفتند دربار. حاجی کمی متوحش شد، برخاست و به دوام الوزاره گفت: الان خدمت میرسم. عصازنان در دالان رفت و مراد هم به دنبالش. دائم الوزاره روزنامه ای از جیبش در آورد و به حالت تفکر مشغول خواندن شد. 10 دقیقه بعد حاجی آمد، سر جایش نشست. دائم الوزاره روزنامه را تا کرد و در جیبش گذاشت. آقای دائم الوزاره ببخشید. چه فرمایشاتی؟ حاجی به حالت تفکر گفت: بله، بنده را احضار فرمودند، اگرچه از اسرار مملکتی است. خب خیلی پیشنهادها میکنند. من هم به این حال علیل مجبورم شانه خالی بکنم. خیلی متاسفم که در چنین موقعی نمیتوانم به وسیله اشغال مشاغل و مقامات عالیه به میهنم خدمت بکنم. حقیقتاً که جای تأسف است. اما امروز لحن آقای فلاخن الدوله فرق کرده بود. مثل همیشه اظهار ملاطفت نفرمودند.
خب شاید کارشان زیاد بوده، چون بنده‌زاده آقا کوچک را از ارث محروم کردم و میانمان شکر آبه و حالا در دربار شغل مشغوله. میترسم چیزی گفته باشه، اگرچه از اون بعید میدونم. آدم چه میدونه؟ کسی که از عمرش سند پا به مهر نگرفته. البته خواهم فهمید که مغرضانه بوده و میترسم برای خود او مضر باشه، چون امروزه با این امنیت و آزادی که از دولت سرقاید محترم مملکت برخورداریم مثل زمان شاه شهید که نیست. آن وقت هر کس را به دربار احضار می کردن، اول وصیت نامش را می نوشت و بعد هم برای مهمان یک فنجان قهوه می آوردن، از آن قهوه های کذایی. انشالله که خیر است. انسان محل نسیانه، همه جور فکر تو کله آدم چرخ میزنه. خب اگر از طرف شخص اول مملکت چند بار تکلیف وزارت و وکالت به کسی شد و همه را رد کرد، البته صورت خوبی نداره. آقا شما وجودتان منشأ فیض و خیر است. به هر شغلی که اشتغال داشته باشید و یا نداشته باشید، همه اهل مملکت از پرتو مراهم جناب عالی بهره‌مند میشن. بله، صحبتش را نکنیم. اتفاقاً دیشب منزل آقای مهام خلوت بودم. ذکر خیر جناب عالی شد. یکی از مقامات خارجی هم حضور داشت. صحبت از زندگی و سیاست و همه چیز به میان آمد و مخصوصاً من به آقای منتخب دربار تذکر دادم. کدام منتخب دربار؟ اون چلیبا که حالا توی شهربانیه. دائم الوزاره سر خود را به علامت تصدیق تکان داد. حاجی گفت: بله، من شخصا توصیه کردم که اگر بخوان این زمزمه ها و اغتشاش ها و بیعدالتی ها طولرستان بخوابه، باید فلانی را که سابقه ممتدی در این امور دارند به آنجا بفرستند، همانطور که در مازندران آن توطئه را بر ضد اعلیحضرت همایونی خواباند. چند نفر را باید کشت، چند نفر را حبس کرد، هر که نطق کشید توی دهنی زد و دیگر خودتان بهتر می‌دانید. بالاخره گفتم که من از رگ گردنم التزام میدم که با انتصاب فلانی تمام این سر و صدا بخوابه، چون امروزه ما به اشخاص با تصمیم احتیاج داریم. ما مشت آهنین می‌خواهیم. بروید از مازندران سرمشق بگیرید. من تصدیق میکنم که از روی کمال رضا و رغبت یک کف دست زمین که آنجا داشتم در طبق اخلاص گذاشتم و تقدیم خاک پای همایونی کردم. حالا هر کس از آن حوالی میاد میگه که مثل بهشت برین شده. اگر مال خودم بود سالی یک مشت برنج آیدی داشت که میباست با منقاش از توی گلوی کت خدا و عمال دولت بیرون بکشم. همش حیف و میل میشد. خودمم که شخصا نمیتوانستم رسیدگی بکنم، اما حالا به دست آدم خبره افتاده. خب چه بهتر، مملکت آباد میشه. عیبش اینجاست که امروزه کسی حاضر نیست فداکاری بکنه. اگر بخوان که مملکت آباد بشه، باید اداره املاک به دست شخص اول مملکت، پدر تاجدارمان باشه که در زیر سایه او ما این همه ترقیات روزافزونی کردیم. میدانید من صراحت لهجه دارم. کسی را که حساب پاکه از محاسبه چه باکه. مخصوصا تذکر دادن که فلانی تخم سیاسته، چنان به وضعیت لرستان تمشیت میده که آب از آب تکان نخوره. خیلی حرف من تأثیر کرد و مخصوصا موافقت آقای سید همایون را کاملا جلب کردم. لبخند خیرخواهانه‌ای صورتش را روشن کرد.
حقیقتا نمیدانم از این حسن نظر و لطف مخصوصی که نسبت به بنده ابراز داشتید به چه زبانی تشکر بکنم. حال که صحبت از لرستان به میان آمد، میخواستم استدعای عاجزانه‌ای از حضورتان بکنم. حاجی آقا غافلگیر شد. جونم، خواهش میکنم که بفرمایید، میان ما که از این حرفها نیست. دوام الوزاره نگاهی به اطراف انداخت. راجع به سرهنگ بلند پرواز اخویزاده میخواستم خدمتتان توضیحاتی بدم. عجب، ایشان اخویزاده جنابالی هستند؟ خدمتشان ارادت غایبانه دارد. آقا نمیشه انکار کرد که آدم با کفایتیه. بله، متاسفانه چندیست که سوء تفاهمی رخ داده، به این معنی که اشخاص مفتن و مغرض نسبت‌هایی از قبیل اختلاس و ارتشاء و اعمال منافی عفت و قتل و خیلی چیزها به ایشان دادن. به اخویزاده جناب عالی ناگفته نماند که آقای سرهنگ بلند پرواز خیلی طرف توجهات ذات همایونی هستند و قبل از حرکتشان به لرستان کنفرانسی راجع به غرور ملی در باشگاه افسران دادند که به تب رسیده و بسیار مورد پسند مقامات عالیه واقع گردید. از طرف دیگر به سر مبارکتان قسم که چون من با روحیات ایشان به خوبی مأنوسم، می توانم به جرأت به شما این اطمینان را بدهم که آدم شریف و دلرحمی است، به طوری که حاضر نیست که یک مورچه را زیر پایش لگد بکند. اما قبل از همه چیز نظامی وظیفه شناسی است که تخلف از اوامر و مقررات نظام را جایز نمی داند و سر و جان را فدای میهنش می کند. یعنی از تارک سر تا ناخونهای پایش چکیده میهن پرستی است. گیرم هر کس یک جور وطن خودش را میپرستد، ولکن چیزی که هست اشخاص مفتنی که البته توقعات نامشروع و برخلاف مصالح عالی کشور داشتن و به تقاضای ایشان ترتیب اثر داده نشده، از راه غرض و مرض راپورت هایی به مرکز فرستادن که آقای سرهنگ رؤسای ایالت را به قرآن قسم داده و همین که تسلیم شدن آنها را کشته و ایالات رو تحت قاپو کرده و مال و خشم آنها رو غصب کرده، و یا اینکه مشاغله به بهانه تعقیب اشرار عده‌ای از مردم بیگناه رو کشته و اموال اونها رو تصاحب کرده. چنان که ملاحظه می‌فرمایید این برنامه دولت است و آنچه کرده در این صورت مطابق دستور و اوامر مافوق بوده. اما از قرار اطلاعی که بنده از وزارت داخل کسب کردم، اشراری که ایشان در لرستان قلع و قم کردند اشرار مورد نظر نبودند و حال همین اشرار از خوزستان سر در آوردند و مشغول دسترازی به جان و مال و ناموس اهالی شدند. مقصود از طول کلام این است که جناب عالی را به جریان وقایع آشنا بکنم. در نتیجه ذهن ذات اقداس ملوکانه هم نسبت به این جریانات مشروب شده و البته خودمان متوجه عواقب وخیم اون. در این وقت مراد دست به سینه آمد، جلوی حاجی ایستاد. حاجی: چی میگی؟ قربان اجازه میدید که پیاز برای اندرون بگیرم؟ اول ماه من 1 من نیم پیاز خریدم، همه تمام شد. در دیزی وازه، حیای گربه کجاست؟ توی خورش که اثری از پیاز نیست، پس همه مال من تفریط میشه. قربان عرض بکنم. خب حالا برو 2 تا پیاز از مشهدی معصوم بگیر تا بعد رسیدگی بکنم، اما نرخش را بپرس که توی حساب به من پا نزنه. چشم. صبر کن، بگو پیاز شیرین خوب مال قم باشه. مراد از در خارج شد. چشمهای مثل تغار حاجی به دو افتاد. به طرف دوام الوزاره برگشت و صدایش را بلندتر کرد. بله، من همیشه گفتم که ایران قبل از همه چیز احتیاج به آدم با تصمیم داره. اینجا قحط الرجل آدمه. خوشبختانه امروز سرنوشت ملت به دست قائد عظیم الشأنی مثل شخص اعلی حضرت سپرده شده.
اما حیف که یک نفره. تمام اطرافیانش دزد و دغل و مغرض هستند. مثلا همین قلقم اشرار که حالا گزک به دست یک مشت دزد داده، برای آبادی عمران مملکت لازمه، جزو برنامه دولته. باید نسل همه ایالات و عشایر را از میان برداشت تا بتوانیم نفس راحتی بکشیم. از شما میپرسم اینها به چه درد مملکت میخورند؟ همیشه باعث اختلال امنیت و موی دماغ حکومت مرکزی هستند و اموال تجار بیچاره را به غارت میبرند و مردم را میکشند. باید همه آنها را قتل عام کرد. ما احتیاج به اشخاصی مثل تیمسار سرهنگ بلند پرواز داریم. میشنوید؟ تیمسار خدمت به میهنش کرده، باید دستش را ماچ کرد. دوام الوزاره تف حاجی را از کنار لبش پاک کرد و آهسته گفت: بنده عقیده جناب عالی را تصدیق میکنم، اما بالاخره هر چیزی راهی داره. حاجی آقا چشمک زد: مطمئن باشید بنده در این قسمت هرچه از دستم بر بیاد کوتاهی نخواهم کرد. با مقامات مربوطه صحبت میکنم. البته خودتان بهتر میدانید که مردم متوقعند، آن هم در موضوع به این مهمی باید 2 سبیل چند نفر را چرب کرد. من رک و پوسکنده حرف میزنم. البته ملتفتم، محتاج به تکرار نیست. نمیدانم از مراتب لطف و مرحمت جناب عالی چطور تشکر بکنم. بنده را غرق خجالت فرمودید. ضمناً میخواستم خدمتتان عرض بکنم که در این محیط اگرچه از پیر و جوان به دیانت و امانت جناب عالی ایمان کامل دارند، اما مغرضان و دشمنانی هستند که پشت سر انتشاراتی میدهند. مقصود بنده غمامی و سخنچینی نیست و در این مورد سکوت بنده یک نوع خیانت به عوالم دوستی و... حاجی دست باچه پرسید: پشت سر من مثلا چه کسی؟ دوام الوزاره خیلی شمرده توضیح داد: از ارادت قلبی که نسبت به شخص جناب عالی دارم، از سایه جریان رو خدمتتان عرض می کنم. پریشب در کلوپ ایران بنده با آقای حضوری خزقیل و آقای بنده درگاه پارتی بریجی داشتیم. در ضمن صحبت آقای حضوری گفتند راجع به فلان کار اگر بشود موافقت حاجی را جلب کرد خوب است، چون آدم با اطلاع و اسرارآمیزی است. شهرت دارد که عضو فراموشخانه است و با مقامات خارجی بستگی نزدیک دارد، اما نظرش صائب است و حرفش را در همه جا میشنوند. بنده جدا اعتراض کردم و مخصوصا تذکر دادم یکی از اشخاص بی‌آلایش و دست و دل پاکی است که در تمام ایران لنگه ندارد و کسی پیدا نمی شود که در وطن پرستی ایشان تردید بکند. حاجی سرش را به حال جدی تکان داد و باد توی صدایش انداخت: آقا من توی این شهر خیلی دشمن دارم. همه تازه به دوران رسیده ها، همه دزدها، نوکیسه ها، همه این عرب ها و نصرانی های سوریه و عراق که به طور مرموزی در تمام مقامات حساس اقتصادی مملکت رخنه کردند، همه آنهایی که باباشان را نمی شناسند به من حسد میبرند. من دانم و پینه دوز در انبان چیست، چون من میدانم که از کجا آب میخورند. شما گمان میکنید که حضوری خود به خود آمده و همه کار شده؟ روزی که وارد تهران شد یک شوفر بود که اگر یک من ارزن رویش میریختن یکیش پایین نمی آمد. حالا بروید دم و دستگاهش را تماشا بکنید. اگر یک شوفر عرب اطلاعاتش بیشتر از دکترهای اقتصاد ماست، پس بروید در مدرسه هایتان را ببندید. چرا بی خود شاگرد به فرنگستون میفرستید؟ منو 2 بار مهارج دکن برای پست وزارت خارجهش
پیشنهاد کرد، دعوتش را نپذیرفتم. گفتم نمیخوام غریب گور بشم. اگر از من کاری ساخته است بگذارید به درد میهنم بخورم. شاید گناهم اینه که ایرانیم، اینجا به دنیا آمدم و میخوام همینجا هم بمیرم و برق پول اجنبی منو نمیکشه. اما این بی بابا ننه های امروزه همه میخوان اینجا را بچاپند و بروند خارجه پشتک بزنند و برقصند. آیا صلاحه که من هم پام را کنار بکشم؟ من آدم مرموزی هستم یا آقای بنده درگاه که اگر بابایش را ندیده بود ادعای جعل و نمد استرآبادی می کرد؟ پشت سر زنش این همه حرف می زنند. دخترش را به صراف دم بازار داده و عنوان اعیان و اشراف به خودش می بنده. چون صراحت لهجه دارم از من حساب میبرند. قباله و بنجاق همشان توی دست منه. من عضو فراموش خانه هستم یا آنها که همه فراموش کردند تا دیروز چه کاره بودند؟ به قول جناب عالی 80 ساله که توی این آب و خاک استخوان خورد میکنم. کسی نتوانسته به من بگی که بالای چشمت ابروست. مرحوم ابوی زمان شاه شهید به نام بود. یکی میگفتند و 1000 تا از دهنشان میریخت. آیا من احتیاجی به شهرت دارم؟ آن هم توی این عهد و زمانه. من از کسی خورده برده ندارم. اگر میخواستم مثل آنهای دیگر پشت خودم را ببندم برایم مثل آب خوردن بود. اما در باز شد. 2 نفر وارد شدند. حاجی سلام و تواضع کرد. آنها که نشستند مدتی با دوام الوزاره در گوشی گفتگو کرد. فقط جملاتی مانند البته مذاکره خواهم کرد، مطمئن باشید کار درست شده، جسته و گریخته شنیده میشد. بعد دوام الوزاره بلند شد و به عجله رفت. حاجی پس از احوال پرسی رو کرد به جوانی که موهای تنک به سر داشت و به حال مضطرب اطرافش را نگاه می کرد. آقای مزلقانی بفرمایید اینجا. او هم در حالی که روزنامه مچاله‌ای در دست داشت رفت پهلوی حاجی نشست. حاجی: خب بفرمایید، از دنیا چه خبر؟ افق سیاست بین المللی تیره و تار است. عواقب وخیم جنگ را کسی نمیتواند پیش بینی کند. حاجی در حالی که تسبیح میانداخت از ترس تلفن دربار لازم دانست برای تبرئه خودش خطابه‌ای شبیه نطقهایی که در پرورش افکار میشد برای مخبر روزنامه دب اکبر ایراد کند. آقا بی خود متوحش نباشید. به ما چه؟ ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است. هر کسی میاد این معرکه باید کلاه خودشو 2 دستی نگه داره. ما باید یک نان بخوریم و 100 تا خیر بکنیم، چون خوشبختانه در چنین موقع باریکی سرنوشت مملکت در کف کفایت قائد عظیم الشأنمان سپرده شده. این را دیگر کسی نمیتونه منکر بشه که بالاترین و عالیترین نعمتهای موجود کنونی ذات مقدس شاهانه که ایران جدید را در ظرف مدت کوتاهی از پرتگاه نیستی به شاهراه ترقی کشاندند. امنیت طوری در سراسر کشور حکم فرماست که اگر زنی یک تشت طلا به سرش بگیره و از ماکو تا بندر چهابار بره کسی معترضش نمیشه. بی خود نیست که میگن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. وضعیت دیگر مثل جنگ پیش نیست و هرج و مرج داخلی وجود نداره و الحمدلله زیر سایه پدر تاجدارمان به قدری در همه شؤونات و نوامیس اجتماعی ترقیات محیر العقول کردیم که هیچ دولت خارجی جرأت نمیکنه که به همین ما چپ نگاه کنه. امروز 2 میلیون سرنیزه پشت سرمانه و ما با آن میتوانیم از یک طرف قفقاز
و از طرف دیگر ترکستان روس را تسخیر بکنیم. باور بکنید که ما پشت دنیا را به لرزه در آوردیم. یادتان هست که در دوره احمد شاه به مردم عوض حقوق کاه و یونجه و آجر میدادند. پس پریروز سلام بود به پابوس مقدسشان شرفیاب شدم. چقدر به بنده اظهار تفقد و بنده نوازی فرمودند. خدا سایه مبارکشان را از سر ملت کم نکنه. خب امنیت، آبادی، قشون، راهن، آسفالت کوچه ها و بناهای حیرت آور، همه اینها را کی به خواب دیده بود؟ مزلقانی: بنده تصدیق دارم که با داشتن نابغه‌ای مثل اعلی حضرت رضا شاه هیچ خطری ملت ایران را تهدید نمی‌کنه و حقیقتاً باید خدا را شکرگزار باشیم که از این جنگ خانمانسوز که اساس و سازمان ممالک دنیا را متزلزل کرده دور و برکنار باشیم. اما قابل انکار هم نیست که این جنگ خواهی نخواهی تأثیر شدیدی در اقتصادیات و معنویات دنیا خواهد بخشید. چیزی که تا کنون مانع پیشرفت اقتصاد و تجارت دنیا شده همسایه شمالی ماست. خوشبختانه اعلی حضرت ما متوجه این نکته هستند. من خبر موثق دارم کسی که مژده حمله آلمان را به شوروی به سم مبارکشان رساند میگفت که اعلی حضرت از ذوق توی پوستش نمی گنجید و فرموده چرا به من میگی؟ برو به ملت ایران تبریک بگو. چه حرف بزرگی! کلام الملوک ملوک الکلام. به عقل افلاطون هم نمیرسید. بعد مثل اینکه پشیمان شد چشمک زد و گفت پیش خودمان بمانه، اسرار سیاسیه. به علاوه هیچ استبعادی نداره که اعلی حضرت این هوده شهر قفقاز که مدتیه به ملت وعده وعید میده به ایران ملحق بکنه. دیشب توی رادیو برلن هیتلر نطق میکرد. چه صدای گیرنده ای داشت. هر کلمه از دهنش بیرون میآمد. نیم ساعت براش دست میزدن. آقا او هم نابغه است. میخواد دستگاه پوسیده سیاست را عوض بکنه و نظم جدید بیاره تا 1-2 هفته دیگر کلک روسیه کنده است. شاید همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم از مسکو هم گذشته باشن. بعد هم نوبت انگلیس میرسه. آن هم دیگر مثل آب خوردنه. به شما قول میدم تا 1-2 ماه دیگر آلمان ها توی تهران هستن. حاجی آب دهنش را فرو داد و به طرز علاقمندی حرفش را دنبال کرد. جای شما خالی. توی سفارت آلمان فیلم شکست فرانسه را نشان میدادن. من هم دعوت داشتم. سرباز آلمانی نگو، یک پاچه آهن بگو. دیگر توی دنیا قشونی نیست که بتونه جلوی آنها رو بگیره. یک چیزی میگم، یک چیزی میشنوید. بذارید هیتلر با نظم نوینش دنیا رو تمشیت بده. اقلن آقای ما عوض میشه. خودش فرجه. همه علامات ظهور حضرت را داریم به چشم میبینیم. آقا مرام اشتراکی یعنی چه؟ اگر خوبه مال خودشان، اگر بده با دیگران چه کار دارن؟ پیش از این بلشویک بازی من سالی 10,000 تومان، آن هم تومان آن وقت، پرتغال به روسیه صادر می کردم. حالا مردمش یک تکه نان هم ندارن که بخورن، چه برسه به پرتغال. وانگهی توی دنیا یک فرماندهی گفتن، یک فرمانبرداری گفتن، پس برون با قضا و قدر جنگ بکنن. چرا من آقا شدم؟ مراد نوکر من شده، چون که خدا خواسته. به من چه؟ از این گذشته من جان میکنم، کار میکنم، یک شاهی را سنار میکنم. دنیا نظم داره، همه که نمیتوانند وزیر بشوند. یکی شاه میشه، یکی هم گدا میشه. من از کد یمینم عرق ریختم
2 آجر روی هم گذاشتم، خونه ساختم، تویش نشستم. حالا مفت و مسلم آن را بدم به مشتی حسن پهن که چون گردنش کلفته. پس دیگر کسی پی کار نمیره، آبادی نمیشه. پس مراد بشه حاجی، من بشم مشتی مراد. مزلقانی: همینطور است که می‌فرمایید. در دنیا البته باید تغییراتی رخ بدهد و نظم نوینی برقرار بشود، اما نه اینکه سیر قهقرایی را طی بکنند. میگن هیتلر مسلمان شده و روی بازویش لا اله الا الله نوشته. بله، جداً به ایران علاقه‌مند است. مگر خبرهای امروز را ملاحظه نفرمودید؟ نه خیر، اما مقاله همت عالی شما را کیومرث واسم خوان. راستی برای آن 10 بلیت اسطوانی که به دارالمساکین تقدیم کرده بودند داد سخن داده بودی. هدیه ناقابلی بود، باعث خجالت من شد، اما از لحاظ سرمشق برای اینکه دیگران تبعیت بکنند مطالب قابل توجهی داشت. آی مزلقانی، من به شما تبریک میگم. شما یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هستید. راستی این الفاظ عبارات به این قشنگی را از کجا پیدا کردید؟ بنده وظیفه اخلاقی و اجتماعی خودم را انجام داده بودم، اما مقام ریاست معتقد بودم که قدری اغراق‌آمیز است. عجب. به علاوه معتقد بودم که در صفحه 3 چاپ بشود، ولکن به اصرار بنده بالاخره در صفحه اول چاپ شد. مخصوصا ملاحظه فرمودید بنده تذکر دادم که حاجی به گردن همه ایرانیان حق دارد و یگانه فرزند انقلاب است و ما آزادی و مشروطه من را مدیون ایشان هستیم. به خصوص این شخص نوپرور و معارف پژوه که تمام عمر خود را با شرافت و پاکدامنی و پرهیزکاری گذرانیده، یکی از ذخایر ملی ایران است و ما به داشتن چنین عناصر سیاستمدار عالی قدر تفاخر می‌کنیم. مراد با دستمال پیاز وارد شد. حاجی با چشمهای ذوق زده به مزلقانی نگاه می‌کرد و می‌خواست چند جمله آبدار در تملق او بگوید. ناگهان صدای زنی از توی دالان شنیده شد که می‌گفت: حاجی آقا، حاجی آقا، حلیمه خاتون حالش به هم خورده. حاجی گوشش را تیز کرد و گفت: خفه شو ضعیفه، مگر 1000 بار نگفتم؟ مراد برو ببین باز چه خبر شده. صدای زن: خاک به گورم، به حاجی بگو بفرمایید اندرون، حلیمه خاتون تمام کرد. صدای همهمه نامعلومی از دالان می آید. حاجی رو کرد به مزلقانی: ببخشید آقای مزلقانی، گویا قضیه ملمعی رخ داده. من توصیه شما را به آقای رئیس روزنامه دب اکبر خواهم فرستاد. اجازه می‌فرمایید؟ مزلقانی و همراهش دست باچه خدا نگهداری کردند و رفتند. حاجی آقا خیلی به تأنی عصایش را برداشت و کاغذهایی را که زیر دوشکچه بود به دقت تا کرد و در جیب گشاد جلزغش گذاشت. بعد رو کرد به مراد و گفت: من میرم اندرون، تو مواظب دوشکچه باش، برو زود حجت الشریعه رو خبر کن. بعد عصازنان داخل دالان شد. تهیه شده در مجله اینترنتی آقای بوف.